سلام دوستان گلم، بچه های عزیزم، به پیج شیرین خوش اومدید. دوستان گلم، امروز میخوام براتون ببینم که این کارت ها برای شما چه پیامی داره. احساس طرف مقابلتون رو به شما میخوام بگم، بر اساس ماه به ماه میخوام بگم. بچه های عزیزم لطفاً دوستای عزیزم نیت بکنید، حتما 3 مرتبه اسم طرف رو تو ذهنتون بگید. بچه های عزیزم این فال تفعاله. یعنی چی؟ یعنی ما از روح سرخپوستی، چون فال سرخپوستی میخوام براتون بنوزم، از روح سرخپوستی برای شما سوالاتی دارم. بچه ها پیام ویژه این کارت ها رو به شما نشون میدم تا آیندهتون رو و مسیر راهتون رو مشخص کنید. و بچه های عزیزم، دوستان گلم، ازش میخوام که به ما ازش سوال میکنیم و ازش میخوایم که به ما پاسخ بده که شخص مورد نظرت احساسش به شما چیه. این فال شوکه کننده رابطه احساسی اون طرف با شماست و میخوایم ببینیم که طرف تو دلش چه نیتی داره. دوستان عزیزم 3 مرتبه تو دلتون نیت بکنید. یک فال مفصل میخوام بگم تا انشالله ببینیم که چی براتون در پیشه. پس از روح ملائک بخوای تا بهتون کمک کنه و جواب سوالتون رو بده. بچه‌های عزیزم، خب دوستان گل فروردین ماهی من، بریم ببینیم که برای شما چی پیش میاد. دوستان فروردین ماهی من، این کارت برای شما در اومده. خب دوستان فروردینی، در مورد شخص احساسیتون به هم ریختگی و دو به شکی براتون افتاده و رابطتون یک حالت پوچی و به هم ریختگی انگار داره. اما از اونجایی که شما شخصیت قدرت طلبی دارید، این برای شما یک اتفاق خوب رو به ارمغان میاره. دوستان فروردینی من، اگر کسی رو دوست دارید و در مورد اون شخص نیت کردید، من به شما میگویم که اتفاقای خیلی خوبی برای شما در پیشه و میتونه کار شما با اون شخص رو به راه بشه و اون شخص اگر ازت دوره بهت برمیگرده، نگاهشو به سمت تو میندازه. اگر که الان باهات هستش، داره به موضوع جدی تری باهات فکر میکنه. و بچهای عزیزم، فروردینیای عزیزم، اون طرف شخص احساسی شما الان داره بهت میگه که من بهت میخوام برگردم و دوباره میخوام بیام توی مشت تو جا بشم. اگرچه که خیلی سختی ها این چند وقته داشتی بچهای عزیزم، احتمالا شما این چند وقته سختی ها، ناراحتی های زیادی رو داشتید، اما من بهتون قول میدم که قراره که یک سری اتفاقای خوب دوستان عزیزم برای شما پیش بیادش. پس فروردینی عزیزم، توی مسیر احساسیتون براتون افتاده که شخص احساسیتون بهتون برمیگرده، میاد تو مشت شما قرار میگیره. مانع‌هایی رو اینجا من براتون دارم میبینم. این مانع‌های بزرگیه. اون طرف با یک سری مانع‌های بزرگی داره دست و پنجه نرم میکنه، اما چیزی که هستش، شخص احساسی داره بهت فکر میکنه و قراره که توی رابطه احساسی برات بیادش. عزیزانم، من باز دوباره برمیگردم و توضیح بیشتر میدم. خب بریم سراغ اینم افتاد. بریم سراغ بچهای عزیزم اردیبهشتی، ببینیم که رابطه اردیبهشتی قراره چی پیش بیاد. بچه ها تمام این کارتا بر خورده، نیت گرفته شده قبلش و من به ترتیب چیدم که براتون بگم. اردیبهشتیای عزیزم، من اینجا براتون میبینم که توی رابطه احساسیتون مشکلاتی براتون هست، مشکلاتی افتاده. آدم‌های اینجا دارن رابطه شما رو مرتب به هم میریزن. بچه‌های عزیزم، شخصی که شما دوستش دارید انگار
حوصله نداره و انگار حال زیاد جالبی نداره. اما در مورد شخص احساسی میگه بعد از یک مدت جنگ و جدال و به هم ریختگی یک سری اتفاقهای جدید و قشنگی برات پیش میاد و حال تو رو خوب میکنه. بچه‌های عزیزم، از جایی که اصلا انتظارش رو ندارید یک خبر خیلی خوب اردیبهشتیای عزیزم در مورد مسائل احساسیتون بهتون میرسه. این هرچی که هستش بچه ها، چون این فال شوکه کننده احساسی شخص مورد نظر و شماست و میگه اون شخص آدمهای اشتباه و بد رو زیر سر میذاره و قراره که به تو برگرده و شاید با هم یک حرکتی به سمت جای دیگه هم داشته باشید. دوستای اردیبهشت ماهی من، به هر حال براتون عالی افتاده. خب بریم سراغ بچه‌های خرداد ماهی. خردادی عزیزم، کارت جنگ و جدال براتون افتاده، اما این به معنی بدی براتون نخواهد بود. قربونتون برم بچه ها. ببینید خردادیای عزیزم، اینجا من براتون دارم میبینم که یک سری اتفاقهای شوکه کننده برای شما پیش میادش و شما رو داره به یک سری آدمهای عاقل و دانا معرفی میکنه. یک سری اتفاقهایی هست بعد از یک سری جنگ و جدال هایی که با شخص مورد نظرتون دارید، شخص مورد نظرتون دلش آروم میشه برای شما و دست از لجاجت و لجبازی باهاتون بر میداره، به سمتت میاد و اینجا برات افتاده که پرچم پیروزیت بالا میره. چرخ اقبال برای خرداد ماهیای عزیزم شروع به گردش میکنه و یک سری انرژی های جدیدی برای خرداد ماهیای عزیزم پیش میاد که میتونه حال شما رو خیلی عوض کنه و تغییرات خیلی مثبتی رو برات درست بکنه. هرچی هست برای خرداد ماهیا عالی افتاده. خب بچه ها بریم سراغ مرداد ماهیای عزیزم. کارت آرامش براتون افتاده. خب مرداد ماه، ببخشید من برای تیر ماهی گفتم، تیر ماهی ها بچه ها ببخشید، این فال برای تیر ماهی هاست. تیر ماهی ها عزیزم براتون کارت آرامش افتاده و ببین از چند جهت برای شما آرامش افتاده. توی زندگیتون یک سری اتفاقای عالی قراره براتون بیفته. در رابطه با شخص احساسیت اگر مجردید احتمال خیلی زیاد داره خواستگاری از شما بکنه بچه ها. اگر که مجردید، اگر که متأهل هستید، من بهتون بگم که رابطتون با شخص احساسیتون عالی پیش خواهد رفتش. و اینجا ببینیم که برای تیر ماهیای عزیزم چی در پیشه. بچه های عزیزم، هر چی که هستش ناکامی ها، به هم ریختگی ها را تیر ماهیای عزیزم پشت سر میذارن و براتون یک سری آرامش هایی اتفاق میفته. بچه های تیر ماهی اگر که با شخص احساسیتون مشکل دارید، انگار که اون شخص میاد و به شما پیشنهاد ازدواج رو براتون میده بچه های عزیزم. خب بریم سراغ مرداد ماهیا. بچه ها مردادیای عزیزم ببینیم که برای شما چی در پیشه. مردادی عزیزم، شخص احساسی شما داره همش به هم ریختگی برای شما درست میکنه این چند وقته و انگار که یه جوری اعصاب شما رو به هم ریخته. شخص احساسیتون یه مقدار اینجا میخوام بهتون بگم که انگار باهاتون مشکلاتی داره، اما این اعصاب خودکنی قراره که برات تموم بشه. به خاطر چی؟ به خاطر کارتی که الان برای من افتاده. برای مرداد ماهیای عزیزم بعد از یک دوره به هم ریختگی ها و ناراحتی ها یک سری اتفاق های خیلی جدیدی براتون در پیشه.
خیلی تحولای بزرگی براتون هستش و در نهایت مرداد ماهیای عزیزم شما به آرامش خیلی بهتری میرسید و انگار که همچین ملکه‌ای در تاج و تخت خودتون به اون چیزی که دلتون میخواد میرسید و امنیت و آرامش براتون برقرار میشه. روزهای خوبی براتون هستش. سر شخص احساسیتون حاجت روایی براتون افتاده بچه های عزیزم که این میتونه خیلی برای شما خوب باشه. خب بریم سراغ شهریور ماهیای عزیزم. شهریوریای عزیز، برج سنبله، من براتون دارم میبینم که در واقع خبر مناسب، خبر مهمی از شخص احساسی به شما میرسه. این خبر میتونه بسیار شما رو خوشحال کنه و بعد از یک مدت شاید اصلا برنامه هاتون جور بشه که با هم حالت ازدواج رو داشته باشید. چون من اینجا چیزی که براتون میبینم حالت ازدواج، حالت رفتن، میدونی چی میخوام بهت بگم، حالت برو بیا براتون افتاده، رفتن به خونه بخت و یا صحبت کردن در مورد مسائل احساسیتون برای شهریور ماهیای عزیزم دیده میشه. بچه های شهریوری احتمال اینه که اگر مجردید ازدواج براتون پیش بیاد، اگر متأهل هستید رابطتون با زندگی و همسرتون خیلی بهتر بشه یا به وصال شخصی که دوستش دارید. کلا برای شهریور ماه وصال احساسی افتاده. بچه برای مهر ماهیای عزیزم ببینیم مهر ماهیا چی براتون در پیشه. خب بچه عزیزم، مهر ماهیا براتون افتاده که از صبر کردن دیگه خسته شدید و شخصی رابطه شما رو داره به هم میریزه و به زودی دست اون طرف برای شما مشخص میشه. از قدرتتون استفاده میکنید و به شخص احساسیتون میگید که تصمیم جدی بگیره. اگر ازت دوره که بهت بر میگرده، اگر بهت نزدیکه که باهات رابطه را بهتر میکنه. هرچی که هستش مهر ماهیای عزیزم، مانع ها رو یواش یواش از سر راه بر میدارید شما. به نظر من یه سری اتفاقایی میفته که این مانع ها براتون کم رنگ تر میشه و زندگیتون سر و سامان بهتری میگیره و شاید یک مسافرت راه دور با کسی که دوستش دارید بچهای عزیزم براتون پیش بیادش. برای آبان ماهیای عزیزم، آبانیای عزیزم، غصه و غم رو باید بذارید کنار. چرخ اقبالتون قراره که یواش یواش به سمتتون بگرده و شما اینجا کارتی که براتون افتاده شما رو داره به صبر و آرامش دعوت میکنه بچهای عزیز آبانی. و من اینجا براتون میبینم که نتیجه زحمتاتون رو انشالله به زودی میگیرید. خیلی برای رابطتون زحمت کشیدید. به نظر من به زودی برای اون چیزی که مد نظرتونه یک سری اتفاقای خوب براتون هستش. برای رابطتون زحمتی که کشیدید جواب میگیرید و من اینجا براتون میبینم که آبانی عزیزم، شخصی رو که مدت هاست ازش دورید و فاصله دارید بهش میرسید و اینجا براتون افتاده که سختی ها رو پشت سر میذارید و شاید یک استراحت چند وقته با شخص احساسیتون براتون پیش بیادش. بچه های عزیزم بریم سراغ آذر ماهیای عزیزم، ببینیم برای شما چی در پیشه. آذر ماهیای عزیزم فعلا بهتون میگه که آرامش خودتون رو حفظ کنید تا انشالله یه سری اتفاقای جدید براتون پیش بیاد. در واقع سکونت
یک جا موندن، منظور من از یک جا موندن خسته شدید و اینجا میخواید برای خودتون یک برنامه جدیدی بچینید، اما تو زمانی که انگار میخواید شخص احساسیتون رو بذارید کنار، انگار شخص احساسیتون بهتون برمیگرده و میگه که نه من هستم، منو جدی بگیر، من هستم و من میخوام باهات باشم. بچه‌های عزیزم، براتون میگه که در مقابل مشکلاتتون یه خورده استوب کنید، حوصله داشته باشید، اسب خروشانتون رو به حرکت در نیارید، یکم آرامش داشته باشید. به زودی تا 2 وعده دیگه شخص احساسیتون از این بی تصمیمی حتما در میادش. خب بچه‌های عزیزم، بریم سراغ کیا؟ بریم سراغ دیماهیای عزیزم. دیماهیای عزیزم، براتون افتاده که به وسیله یک دعای خیر براتون ازدواج افتاده. ازدواج و وصلت من براتون میبینم. یک دعای خیر شامل حالتون میشه و یه سری تغییرات مثبت براتون پیش میاد. ازدواج برای مجردهای دیماهی 100% افتاده. فقط بچه‌های عزیزم خیلی مراقب باشید، چون یه مقدار این ازدواج ها با سختی براتون افتاده. یه مقدار حواستون رو جمع بکنید. هر چی که هستش برای دیماهیای عزیزم یک حالت عقد و عروسی و ازدواج دیده میشه. برای متأهلا بهبود رابطتون، بهبود زندگیتون، حرف زدن با همدیگه براتون افتاده و به نتیجه مطلوب رسیدن براتون هستش بچه‌های عزیزم. خب برای بهمن ماهیای عزیزم، بهمن ماهی عزیزم، بله کارت لیدی افتاد و کارتی که نشون میده که شما از جذابیت های زیادی طرفید و شخص مورد نظر شما این جذابیت ها رو میدونه. ایشون میدونه که شما خیلی جذاب هستید و نمیخواد شما رو از دست بده. مطمئن باش برای به دست آوردن یک زحمتی میکشه، یک تلاشی میکنه تا تو رو دوباره به دست بیاره و باهات رابطه خوبی داشته باشه. هرچی که هستش بچه‌های عزیزم، به زودی ثمره کارهای خوبتون رو میبینید و میوه تلاشتون رو به دست میارید و شخص احساسیتون که مدت هاست بستگی داره رو به دست میارید و آدم هایی که تو این وسط مشکلاتی برای شما درست کردن رو بچه ها میبینید و متوجهش میشید عزیزانم. بچه ها بریم برای اسفند ماهیای عزیزم. بچه های اسفندی نشون میده که شما حکمرانی میکنید. به خاطر وجود یک سری اتفاقای خوب شما قدرتی به دست میارید که این قدرت از طرف خداوند براتون افتاده. نیروی خوبی برات افتاده، نتیجه کاراتو میگیری و این کارت نشونگر یک سری اتفاقای مثبت برات هست. شخصی رو که خیلی دوستش داری رو به دست میاری و اینجا انگار برات افتاده که به خودت میبالی، به خودت مینازی، به خاطر اینه که تو با قدرتت اسفند ماهی عزیزم آن کسی رو که دوست داری به دست میاری و اون طرف خودش به طرف تو میاد و احساس غرور و سربلندی برات پیش میاد. خانه امنی برای خودت میسازی و تغییرات مثبتی برای زندگی پیش میادش عزیز دلبندم اسفند ماهیای عزیزم. خداوند تو این مسیر بهتون کمک میکنه. خب بچهای گلم ایشالله که براتون بهترین باشه. بچه تیک تاک من هستش، برید ببینید. فالوی تیک تاک جداست، فالوی اینستای من جداست، مفهوم و معنیهاش کاملا جدان و حتما سر بزنید، فالوم کنید. بچه ها فالوم کنید، الان بنویسید برای من، خیلی خوشحال میشم. حمایتم بکنید تا من بتونم براتون ویدیوهای قشنگتر از اینها هم درست کنم و براتون بذارم. روزگار به وقت مرادتون باشه، خبرهای خوش به زودی به سمتتون بیاد عزیزانم.